و نمیشه گویا باشی. داریم میریم به سمت دریاچه. امروز 9 سپتامبر و یه مقدار هوا گرم شده و مردم وسایل آبی مثل قایق یا پدل بورد یا چیزای دیگر رو آوردن داخل دریاچه استفاده کنن. میبینید دوچرخه سواری هم انجام میدم. این چمن مجاور دریاچه هست. صندلی میذارن و حز بصر میکنن. اونم خطوط هوایی که فعال هستن. خوبه، یه عصر زیبای پاییزیه. 9 سپتامبر سال 2025. ببخشید میتونم اینجا بشینم کنار شما برای تهیه رپورتاج؟ من از این آقایون محترم اجازه گرفتم در کنارشون بشینم. ببخشید اسم این قایقا چیه که چند نفر توش میشینن؟ دراگن بوت. دراگن بوت. دراگن یعنی معنی اژدها میده. بله. خیلی ممنون. یوتیوب از کنار دریاچه اومدیم این طرف. الان میریم به سمت همون پیاده راه میلکاکس. روز خوبیه. بسکتبال بازی میکنن. این دوتا باکسی که میبینیم این دستشویی که داخل پارک گذاشتن، دستشویی حالت پارکی جنگلی داره.
کانادا قشنگیش به اینه که از هر فرهنگ و فرقه و دین و خلاصه از جاهای مختلف با فرهنگ‌های مختلف همه اومدن و احساس قشنگی آدم داره. احساس نمیکنه که تکه، احساس میکنه که توی یک جمع قرار گرفته، خارج از جمع نیست. این ویلکاکس گلای قشنگی داره، پارک خوبیه. یکی از قشنگی های پارک ها اینه که این صندلی ها رو به عنوان یادبود میذارن، یادبود از عزیزانشون میذارن تو پارک. این هم فکر خوبیه، یعنی یه جور خیراتی که ما انجام میدیم، ولی این واقعا باقیات و صالحاته، خیراتیه که هیچ وقت تموم نمیشه، دائم سرچشمه خیره. این هم دریاچه از لابلای درخت‌ها مشخصه. چیه؟ لاک پشت. بچه لاک پشت کوچیکی بود، بیچاره راهشو گم کرد. این هم یه قایق دنبال سمبل اجازه قایق سواری در این دریاچه. این همه آستین بلند پوشیدن، یعنی اینکه بوی پاییز میاد. پاییز خیلی قشنگه، نه سرده نه گرمه. صدای غاز رو میشنوی؟ الان یه رودخونه نزدیک میشیم، یعنی یه پل معروف ویلکاکس، خیلی قشنگه. ما ماشین یه جای پارک کردیم که احتیاجی به این پله ها نداریم. پله ها اذیت میکنه. این پارک نسبتا خلوته، چون دیگه مدارس باز شده، تابستون تموم شده، دیگه نیستش. الان داریم به پل نزدیک میشیم. این داره ببینیم کوشن گفته که روی پل دوچرخه سواری ممنوع، شنا ممنوع، غذا دادن به غذا ممنوع و موارد دیگه، و اینا واقعا رعایت میکنن. این پلی که بهتون گفتم. خورشید در حال
ولی نزدیک به غروب کردن هستش، نه که در حال غروب کردن باشه. اینجا یه عده اومدن دارن هم دریاچه رو میبینم هم خورشید زیبا رو میبینم. اینجا یه جایی هست که حالت برکه مانند پیدا کرده و ماهیای خیلی کوچیکی به اندازه 10 سانت اینجا هستن. الان نشونتون میدم. این قشنگه. این بچه داره بازی میکنه، خوشش اومده، داره صدا میده. خیلی قشنگه. آدم های متفاوت رو میبینی با شکل شمایل مختلف، واسای مختلف، ژنتیک مختلف. چیزی که خیلی اینجا جلب توجه میکنه آرامششه. این بود رپورتاج از ویلکاکس لیک. Glaciation the Wisconsin episode. این خانم هم مثل من حذف کرده. ویلکاکس دوست داشتنی، خورشید زیبای بالای ویلکاکس، طبیعت زیبای ریچموند هیل. تا رپورتاج بعدی، خداحافظ.